من آمدم تا بذر عشق را در قلبهایتان بپاشم، تا آن که علیرغم تمامی گوناگونی های ظاهری که در زندگی توهمیتان باید تجربه کنید و متحمل شوید، احساس یگانگی از طریق عشق در میان تمامی ملل، مذاهب، اقوام و نژادهای دنیا ایجاد شود. جی بابا. آقا رضای عزیز قرار هست از کتاب گفتارهایی با بیدار کننده از بالناتو، خودخواهی، خودگذشتگی و خود حقیقی صحبت کنند. اوتار مهر بابا کی جی. از کتاب گفتگوهایی با بیدار کننده، گفتگوهای خودمونی، intimate، از بالناتو. شب بود و من داشتم در رخت خوابم لحاف به سر میکشیدم که تو با آرامی به اتاق وارد شدی و روی لبه تختم نشستی. من از اینکه آمده بودی غرقه در خوشحالی بودم. این حضور باباست، بابا بیا به دیدنش. درباره چیزهای مختلفی گفتگو کردیم. آخرین اخبار ورزشی، وضع هوا، سلامتی من. اون روز یه نوع بستنی با طعمی تازه پیدا کرده بودم که خیلی به مذاقم چسبیده بود و درباره‌اش به تفصیل شرح دادم. لبخندی از قدردانی زدی، انگار تو هم دوست می داشتی مزه آن را می چشیدی. من چند مطلب خنده‌دار گفتم و با هم خندیدیم. یک بار دیگر به شگفت آمدم از اینکه تو آنقدر به جنبه‌های ظاهراً عادی و پیش پا افتاده زندگی ما توجه داری. از روش تو که همه زندگی را یک جا و یک پارچه میبینی و آن را به جنبه‌های مهم و نامهم تقسیم نمی‌کنی. سپس سکوت کردی و من حس کردم که سکونی آرامی بخش اتاق نیمه روشن را پر کرد. تو از پنجره به ستاره هایی که در پهنه آسمان چشمک میزدند نگریستی که نسیمی ملایم بر فراز درختان می‌وزید و سایه شاخه‌های رقصان آنها بر پرتو کمرنگ ستاره ها می‌افتاد. تو پرسیدی آیا وقت خواب تو فرا رسیده؟ در این فکر که راههایی پیدا کنم که تو را بیشتر نزد خودم نگه دارم، به یادم آمد که در 2 یا 3 شب گذشته خوب نخوابیده بودم. با کمی خجلت گفتم ممکن است درخواستی بکنم. سکوت پذیرای تو مرا در بر گرفت. گفتم ممکن است امشب خوابی خوش به من ارزانی داری؟ گفتی چرا نه؟ گفتم ولی آیا این خودخواهانه نیست که این را از تو بخواهم؟ گفتی چرا و چگونه؟ تو خواب عمیق و خوب میخواهی تا وقت صبح از خواب بیدار میشوی شاید بکوشی بیشتر از من آگاه باشی. اینطور نیست؟ گفتم بله، ولی آیا این درخواست روحیه خودخواهی را در من پرورش نمیدهد؟ چیزی که ممکن است مرا از تو دور نگه دارد. چشمهایت را بستی، انگار که تمرکز کرده ای. آرامش فضای اتاق را پر کرده بود. سپس افسودی بله، به گونه ای. این که باز سوال میکنه
ولی آیا این درخواست روحیه خودخواهی را در من پرورش نمیده؟ بله، به گونه ای. برای مثال، آیا آن نوع ویژه بستنی را به یاد میآوری که دربارهش با من گفتگو کردی؟ بابا سوال میکنه. اون بستنی که دربارهش با من صحبت کردی یادت میاد؟ با خوشحالی پاسخ دادم بله، خیلی از آن خوشم آمد. ولی در حالی که آن را با لذت میخوردی، آیا مرا فراموش کردی؟ آنچه گفتی درست بود. من با شرمساری سکوت کردم که وقت خوردن بلسنی که خیلی خوشمزه بود بابا سوال میکنه منو به یاد آوردی وقتی اینقدر خوشمزه بود. به نظرم رسید که متوجه واکنش من نشدی، اما با صدای دلنشین گفتی ولی اگر در حال غذا خوردن به نحوی طبیعی به من فکر کنی، هنوز میتوانی از مزه‌های گوناگون اون لذت ببری. در واقع بیشتر هم لذت خواهی برد، چون غذایت رو با من شریک میشوی و مرا با هر لقمه و هر نوش همدم خود میکنی. تفاوت در این است که هنوز لذت میبری ولی ولع نداری. با فراموش کردن شرمساریم با تعجب گفتم منظورتون چیست؟ گفتی اگر آنچه را میخوری دوست داری، طبیعی است که دلت بیشتر از آن میخواهد، ولی اگر آن را با من شریک شوی هنوز از آن لذت میبری ولی کمتر در لذت آن گرفتار میشوی. دلم با این گفتار آرام گرفت ولی ذهنم همچنان ناآرام بود. میگویی که هنوز از غذایم لذت میبرم، ولی آیا این خودخواهانه نیست که من لذت میبرم؟ بدون اینکه از پافشاری در سوالم کمترین بی‌صبری نشان دهی، تو مثال دیگری زدی تا نکته مورد نظرت رو روشن کنی. گفتی وقتی پول کسب میکنی، نه تنها برای برآوردن خواسته های خودت، بلکه برای خوشحالی و رفاه دیگران به تدریج آنچه تو را به تحرک میاندازد دگرگون میشود. هرچند اگر محرکت در آغاز کار خالص و یک دست نبوده باشد، بیشتر فداکارانه و غیر خودخواهانه خواهد شد. در فکر و ذهنم آنچه را میگفتی میفهمیدم، ولی هنوز شک داشتم که هیچ وقت بتوانم احساس قوی منیت خود را از دست بدهم. پرسیدم هرچند پول را برای رفاه دیگران نیز کسب میکنم، ولی آیا این من نیست که کننده کار است؟ این من نیست که کننده کار است؟ احساس من بودن باقی میماند و هر آنچه انجام میدم با میزانی از خودخواهی همراه است. گفتی چرا از خودخواهی میترسی؟ گفتی چرا از خودخواهی میترسی؟ منیت هم در خودخواهی و هم در از خودگذشتگی وجود دارد، ولی خودخواهی بیشتر اسارت آور است. تا زنده هستی چگونه هرگز میتوانی بدون خود باشی؟ این من خواسته ذاتی خود است برای بقایش به عنوان یک موجود مجزا و منفرد. این همون ریشه خودخواهی در همه است. با جا خوردگی از پاسخت پرسیدم معنی و مفهوم
همه اینها چیست و به کجا ختم می شود؟ بالت لبخندی اطمینان بخش گفتی هرچه ریشه من بودن بیشتر رو به خشک شدن می رود، از خودگذشتگی بیشتر شکوفا می شود و هنگامی که این ریشه کاملا خشک می شود، این ریشه من بودن، من راستین وجود و هستی من حاکم می گردن. این پایان خودخواهی و از خودگذشتگی خواهد بود و نیز پدیدار شدن من راستین که همان من هستم. رضا جان این قسمت یه بار دیگه بخون. هرچه ریشه من بودن بیشتر رو به خشک شدن می رود، از خودگذشتگی بیشتر شکوفا می شود و هنگامی که این ریشه کاملا خشک می شود، من راستین، من راستین وجود و هستی من حاکم می گردد. وقتی که کاملا درخت منیت خشک میشه، این پایان خودخواهی و از خودگذشتگی خواهد بود. دیگه نه خودخواهی میمونه، نه از خودگذشتگی میمونه و نیز پدیدار شدن من راستین که همانا من هستم. نگاه امیدوارانه و پاسخجوی من تو را واداشت که ادامه بدهی. تنها راه نجات این است که تو من بودن خود را با یاد من پاک و خالص کن. فکر درباره من به تدریج آینه زندگیت را پاک می کند و به آن توان می بخشد و که بیشتر و بیشتر حضور مرا بازتاب نماید. اگر مرا به درون قلبت راه بدهی، گره های خودخواهی گشوده می شود. به تدریج از خودگذشتگی تو را به یافتن خود در همگان راهنمون می شود، جایی که حضور مرا خیلی نزدیکتر احساس خواهی کرد. کلمات پرشفقت تو مرا از پا آورد. زیبایی تو، دلسوزی و ترحم تو و اینکه تو همیشه بدون اینکه خودت را تحمیل کنی با بردباری در انتظاری، در حالی که این من هستم که تو را دور میکنم. آرامشی از قطع کنی تمام وجودم را گرفت و این آرامش و سکوت مدتی ادامه یافت. سپس با صدای نرم و مادرانه گفتی با من راحت باش، تردید به دلت راه نده که برای هر چیز، یعنی هر چیز، از من کمک بخواهی، من میدانم چه چیز را بدهم یا ندهم. با این آرامش از شفقت و رفاقت تو به حالت و روش کودکانه عادیم برگشتم. بدون اینکه فکر کرده باشم از دهنم پرید اشکالی ندارد اگر به خواب من نیایی، ولی نگذار چیزای بد و نامطلوب خواب مرا مشوش کند. گفتی اگر قبل از اینکه به خواب روی مرا یاد کنی، نگرانی های روز گشوده می شوند و من مسئول خواب ها و رویاهایت خواهم بود.
یعنی میگویی خوب است که مدتی قبل از به رخت خواب رفتن به یاد تو باشم؟ بله. و نگذاشتم جمله تمام شود. افسودم و نیز وقتی که از خواب بیدار میشوم تو با لبخندی قدردانی خودت را از شوق من ابراز کردی و به نرمی اضافه کردی وقتی به یاد من زندگی میکنی خودخواهی کمتر و کمتر پیش میآید. در نهایت وقتی در عنایت من غرق میشوی من راستین پدیدار میشود. حالت چهرت چنان پرمهر و دوست داشتنی بود که بی اختیار پرسیدم تو چه وقت به خواب می روی؟ تو دوباره لبخند زدی و گفتی خواب در من همیشه بیدار می ماند. خواب در من همیشه بیدار می ماند. می دانستم که این پاسخ رمزآلود فراسوی فهم من بود و از این رو خاموش ماندم. ولی چنان افکاری با نگاه شیرین و پرمهرت فراموش شد و تو گفتی شب خوش، خوابهای خوش ببینی و سپس مرا ترک کردی. در حالی که پتو را روی خودم میکشیدم هنوز در تحیر بودم از اینکه تو میتوانی به سطح من خم شوی، در علایقم شریک شوی و در این حال گفتگوهای من را بردباری و شوخ طبعی ویژت بیاموزی. آن شب خوب خوابیدم. جای بحا. روزهای خیلی جالبی بوده برای من. دنبال یک کتابی بودم که پیدا نمیشد. سال 1967 یه بار چاپ شده بود در کلکته و دیگه ناپدید شد. اسم کتاب بود 61 پرسشی که مهربابا پاسخ داد. این کتاب 53 صفحه است. من خیلی دنبال این بودم. فتوکپی یک قسمت دومشو یکی برام سالا پیش فرستاده بود ولی اینقدر جالب بوده بین اون دادم ولی پیدا نمی کردم. بالاخره از طریق یه بابا دوست یه کپی از این پیدا شد در کلکته و این کتاب خیلی مختصر و مفیدیه. نصف کتاب پرسش هایی که بابای عزیز پاسخ دادن که خیلی جالبه، چیزای جالبی توش هست، همش از گفته‌های خود بابای عزیز. و قسمت دومش یعنی نصف کتاب 25 صفحه بعدش پیشگویی یک روشنبین دانمارکی در اون زمان از یک گروه ناشناخته درباره آمدن دوباره مسیح و روزهای آخر و پایان یافتن این دوره از دورانها و توضیح خیلی طول و درازی درباره سالهای آخر از این تمدنی که پایش روی سلف اینترست بوده، منفعت شخصی و پایان یافتن این دوره و زندگی نوین.
خب خیلی از چیزایی که بابای عزیز در اعلامیه نهایی در 1954 بیان فرموده بودن در اینجا به تفصیل میاد چطوری این دنیا که ما میشناسیم این دوران به پایان رسه. جالبه این هفته در کنگره امریکا یک هیرینگ هایی بود، نشست هایی بود از افسران نیروی دریایی و هوایی و افرادی که با این پرنده های خارج از کره زمین روبرو بودن، ویدیو دارن و روشن شد که دولت امریکا حتی 12 تا از این سفینه ها رو داره، در اختیار داره که و نمونه های از پایلت هاشون. برجهت همونطور که بابای عزیز فرمودن ما در این دنیا تنها نیستیم، در 18,000 کرات دیگه زندگی به نوعی در جریانه و اینها میان و ما رو ویزیت میکنن و به کمک میان. در این کتاب خیلی روشن میشه برای مداخله نمیان، میان برای کمک در آخرین روزهایی که بشر داره خودش رو و کره رو نابود میکنه و جلوگیری میکنم و اون پوش نهایی اون زمانه. میخوام اسم میکنم که بین مندلی ها یکی که روی شکستن سکوت بابا زیاد متمرکز بود و دائم پیشبینی میکرد و پیشگویی میکرد آلوبا بود و خب در روز دیگه سالگرد وفاتشه، 20 سال وفاتشه و این کتاب گفتن یک کلمه یعنی چه تنها کتابیه که من میدونم آلوبا ترجمه کرده با اون شیوه زیبا و لهجه زیبای خودش که میخوند. گفتن یک کلمه یعنی چه؟ در اینجا میگه که ختم سکوت من که خود علامت ظهور من است چندان دور نیست. من بزرگترین گنجی را میآورم که بشر امکان به دست آوردنش را دارد، خزینه‌ای که خزائن دیگر پشتوانه آنند و این ثروت خدا داده همیشگی بوده و چون با سایرین قسمت شود افزون می‌گردد. مهیای به دست آوردن آن باشید. وقتی من میگویم ظهور من در جهان مربوط به ختم سکوت من است، مردم نباید متوقع نطق طولانی باشند. تمام گفتار من فقط یک کلمه بوده و آن کلمه کلمات است و همین کلمه حالت انالحق من خدا هستم را مستقیما به کسانی خواهد داد که آمادگی آن را دارند. وقتی شما بکوشید با دهان کاملا بسته صحبت کنید بدون استثناء صدای مخصوص و شبیه مترنم می شود. این هفتمین سایه یا بازتاب کلمه حقیقت است. مأموریت دنیوی من بیان این کلمه خدایی است که از افکار مردم گذر نموده و یکسره بر قلوب ایشان جای میگیرد. آن کلمه حقیقتی ساده و بیریا را که غیر قابل تشریح و تعریف است واضح و آشکار خواهد کرد.
آن کلمه لحظه‌ای که تکمیل شود و بیان گردد زندگی خدایی را نشان داده و اعلام خواهد کرد و همین کلمه درهای جدیدی به سوی ابدیت به روی من خواهد گشود و آن برای افراد مایوس امیدواری خواهد آورد. اما لازمه اجرای نقشه الهی آن است که بشر مشکلات را رها دارد و خود را بدون قید و شرط تسلیم عشقی پایدار به پروردگار که اعلی‌ترین معشوق ابدی است نماید. با نهایت سادگی و آسانی باید به وجود خدا پی برد، نه با تحقیقات دردآور علمی و فلسفی. کلمه‌ای که بر زبان جاری خواهم کرد کلمه‌ای از خداوند، نه از یک فیلسوف. کلمه‌ای که یک سره به دلها خواهد نشست و باعث طلوع معرفت و پی بردن به یگانه بودن تمام جانها می شود. نفرت و اختلافات به پایان خواهد رسید. عشق حقیقی و معرفت جاویدان در دلها تولید خواهد شد. در نتیجه افراد بشر احساس برادری نموده و بر اساس شناسایی وحدت یکتا با یکدیگر متحد خواهند شد. این از گفتن یک کلمه یعنی چه؟ این کتاب دیجیتالش توی مرسپاس لایبرری آنلاین هست. It's a free downloadable digital library with about over 50 Persian Baba books which are side by side by English. Please go and check it out. Thank you.